چالش 10 روز 10 تا استایل از بوتیکمون روز دوم. برای امروز با این 3 تا تیکه میخوام براتون استایل بکنم. این شلوار که یه جنس پاییزی داره و این هودی. ببینیم چه شکلی میشه. خب خیلی خوشگل تو تنم واسطاده. خب من نظرم عوض شد. احساس میکنم با این شلوار جین خوشگل تر شد. برای کفشم سامبا هم انتخاب کردم. در آخرم این جاکت همو اینجوری میندازم روم که اگه سردم شد بپوشم. اون یکی رو خوشم نیامد. اینو انتخاب کردم که راه به سامبا هم میاد. حالا اینجوری هم میشه کردش. دوتا هم گردنبند انتخاب کردم. این هم دستبنده که واقعا نمیدونم کدومو بندازم. با یه عینک سفید استایلمون تمام شد. شما اگه بودین به این استایل از 1 تا 10 چند میدادین؟ برام کامنت کن.